کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدنی تاجیکستان ضرر سیلخیزی در جماعت واروخی شهری اصفرا را رسما اعلام کرد. کمیته در وبسایت رسمیش نوشته است که سیل به دنبال باران شدید ساعت 7:30 دقیقه روز 26 ایون آمده اساساً به محله خوشاباد جماعت واروخ ضرر رسانده است. در خبری رسمی گفته می شود که سیل به 51 خانه استقامتی ساکنان محله وارد شده به 10 انشاءات یاری رسان ضرر رسانید و یک چهارپای کلان را به هلاکت رسانید. اینچنین حدودی 3 کیلومتر راه داخلی محله کار ناشام شده است. گفته می شود که در عین زمان در محله خوشاباد جماعت کارهای برطرف سازی پیامدهای آفتی طبیعی آغاز گردیده. برای انجام کارها 3 عدد автомашини тамғии маз، 2 عدد کمز و 2 اکسکواتور جدا کرده شده است.